یه خود دقت کنید. گفت همینم پسر خالت بهتر بود. خواستگار بعدی اومد، خیلی لاغر بود، کلا 28 کیلو بود. اومد نشستن، گفتم باشید آدم‌ها چند کیلو ان؟ گفت واسه فقط یه عدده. گفتم بابا این عددش خیلی کوچیکه ظاهرا. گفتش که نه پسر ما ورزشکاره. گفتم آخه انگار اعتیاد دارن. گفت نه ورزشکاره. گفتم ماشاءالله چه رشته‌ای؟ گفت پرتاب نیزه. گفتم ایشونو پرت میکنن؟ گفتش که نه واقعا ورزشکاره. گفتم خب امکانش هست ما چند کلمه باهاشون صحبت کنیم؟ گفت بله خواهش میکنم. گفتم اگه امکانش هست پس بیدارش کنید. زد بهش، بیدار شد. گفتم که آقا داماد وقتش که برید توی اتاق. گفت بریم تو اتاق صحبت کنیم. گفتم نه جا تو انداختیم، برو اونجا بگی بخواب، مثل اینکه خیلی خسته‌ای. گفتش که نه دیگه متمرکز میشم. گفتم که خب بریم سراغ بحث مهریه. 1175 تا به خاطر سن خواهرم. همین یکی گفتم یه سیگار در آورد روشن کرد. گفتم عصبانی شدی از اینکه مهریه بالاست؟ گفت نه بعد چای میچسبه. گفتم شما اصلا توانایی دارید؟ همون لحظه با سیگارش حلقه داد بیرون، با دود سیگارش اینجوری. گفتم نه چیز درستایی منظورمه. گفت میخوای مربع بدم بیرون. گفتم نه چیزی که بشه بابتش پول در آورد. گفت فکر نمی‌کنم کسی بابت حلقه دادن به من پول بده. گفتم که نه واقعا دیگه وقتشه بری تو اتاق. گفت بریم تو اتاق صحبت کنیم این دفعه. گفتم نه دود سیگار داره اذیتمون میکنه، برو تو اتاق. رفت تو اتاق، اومد بیرون، برگشت. گفتم ببین تو پسر خوبی هستی، با همه این ویژگیات از پسر خاله من بهتری، اینو قبول دارم، میپذیرم ازت، ولی بین خواهر من و اعتیاد باید یکی رو انتخاب کنی. رفت. نذاش جمله‌ام تموم شه. اعتیاد رو انتخاب شد، رفت بیرون. خواستگار بعدی که اومد خیلی چاق بود. این عکس‌ها رو دیدید که یه آدم چاقو میذارن قبل از و بعد از مثلا قرص خوردن لاغر میشه؟ این قبل از بود، خیلی چاق بود. از اینا بود که با تریلی حملش میکنن. بعد کوچه ما تنگ بود، این تریلیه نیومد تو، ما خودمون رفتیم سر کوچه. رفتیم اونجا، گفتم باشی وزن شما چقدره؟ گفت وزن فقط یه عدده. گفتم بس دیگه بابا شما یه چیزی یاد گرفتی یه عدده، وزن تو خیلی زیاده. اصلا چه تضمینی هست تو خواهر من نخوری؟ گفت تضمینی نیست. گفتم اصلا به درد ازدواج نمیخوره، برگردیم. داشتیم برمیگشتیم دیدیم یه خواستگار دیگه اومده، بنده خدا مونده پشت در. بعد از بالای دیوار داره میپره تو. اومدیم و گفتیم که اومدیم تو ما رو دید، خود معذب شد. گفتیم باشیم ما آدمای ظاهربینی نیستیم، ولی خواهرم خیلی دوست داره چهره شما رو ببینه، اگه میشه اون جورابو رو سرتون بردارید. ببخشید من یه آب بخورم.